Hello, this is Mohan Jahangir and this is semi-final 24.4. کجا باید بایستی؟ پشت به 10 ثانیه 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 برو بگو. وایسا بالا یه لحظه 3 4 5 6 7 ریلکس 8 9 10 1 2 3 4 15 تا 45 وایسا. بعد یه 10 بزن یه 5 سری 3 2 1 یه 10 بزن 1 2 بخوره زمین 2 3 4 5 6 وایسا اگه میگی زیرش وایسا کن 8 9 10 5 4 3 2 1 2 3 وایسا برو بریم تحمل کن. تمرینش همین مدلیه، کوتاه درد داره. بریم 1 2 3 4 5 3 2 1 بخوره 2 3 4 بخوره آقا سه دو یک ما تو جفت نگه دار راحت‌تر میشه. 1 بزن عقب 2 3 4 5 باری که 40 برو 5 4 3 2 1 بخوره 20 این گرش بزن الان وقت حالت هم 1 آها این 2 3 4 5 تحمل کن ما دردش تحمل کن مثل فرند بزن هر کاری میکنی تند کارش سریع وای نست زمان حرکت میشه هر چند تا میشه 1 روی فیلینگش 2 نفس بعدی نری عقب‌تر 3 سر بالاتر 4 تکون نخور سر بالا آها 5 5 4 3 2 1 بریم 6 7 بشین عقب 8 کونو بده عقب بشین آها 9 ول نکن پایین یکی دیگه کمتر برو پایین آقا با دیپش برو بزن 5 4 3 2 بریم تحمل کن دیگه
پاشنه میخ تو زمین. 1 آها رو پاشنه بشه. 2 3 آفرین آفرین رو پاشنه. اول پاشنه. 5 بار بخور رو شونت بره رو پاشنه. 3 2 1 بریم پاشنه. 1 سر بالاتر. آها 2 سر بالا بگی عقب بشین. بگیر بارو بعد بشین. 3 عجله نکن. 4 1 more با پا پرس با پا بزنید. آها 3 2 1 بریم متر تو بیار. نمیتونم من هم این ور رو بگیرم هم متر بزنم که این ور یه ورش تو بگی.